چه ماشینایی نمیتونن وارد ایران بشن؟ ماشینایی که با برند آمریکایی تولید شده باشن، مثل این شولت، مثل این تسلا یا GMC. ماشینایی که تو کشور آمریکا تولید شده باشن که شماره شاسی هاشون با شماره 1، 4 و 5 شروع میشه. مثل این تویوتا کمری LE 2025 که شماره شاسیش با 4 شروع شده. مثل این کیا K5 که کره‌ای هستش ولی در آمریکا تولید شده با شماره شاسی 5. یا این BMW X3 2025 که با شماره شاسی 5 شروع شده. و در نهایت ماشین هایی که مدلشون زیر 2017 مثل این نیسان روژ که مدل 2014 هست. و یا این هیوندای سوناتا که مدلش 2015 هست.